سلام دوستان خوبم، حالتون چطور؟ میدونم حالتون خوب باشه. سال جدید رو با همه شما دوستان عزیز تبریک میگم. بدون اتلاف وقت بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب دوستان، شاید همه شما با اسلحه کمری آشنایی داشته باشید و توی فیلم های مختلف اونا رو دیده باشین. این سلاح‌های کمری توسط نیروهای انتظامی بیشتر استفاده میشن و توی جنگ‌های درون شهری کاربرد خیلی زیادی دارن. امروز میخوایم 3 تا از پرطرفدارترین و پرکاربردترین سلاح کمری جهان رو معرفی کنیم. پس اگه به این موضوع علاقه دارید حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اولین اسلحه کمری که میخوایم بریم سراغش شاید برای خیلی از شما شناخته شده باشه. اسم اون اسلحه کمری برتا 92 هست که در جهان خیلی فروش زیادی داشته و خیلی مورد استفاده قرار گرفته. این اسلحه در سال 1975 در شرکت برتا در کشور ایتالیا ساخته شده. این سلاح طولی در حدود 21.7 سانتی متر داره و همچنین ظرفیت خشابش 15 گلوله هست. ایالات متحده آمریکا این سلاحو جایگزین کلت M1911 خودش کرده. دومین سلاحی که میخوایم بریم سراغش سلاح گلاک 19 هست که این سلاح هم خیلی پرطرف داره. این سلاح با خشاب‌های در ظرفیت‌های 10, 17, 19 و 33 گلوله وجود داره. این سلاح وزن خیلی سبکی در حدود 600 گرم داره، در حالی که برتا 92 وزنی در حدود 950 گرم داشت. این اسلحه کمری در کشور اتریش ساخته شده و بیشتر از 25 میلیون قبضه از اون ساخته شده. سومین اسلحه کمری خیلی قدیمیه و علت این که توی این ویدیو گذاشتم بهتون میگم. این اسلحه کمری ماکاروفه که توسط شوروی پس از جنگ جهانی دوم ساخته شده و سالهای زیادیه که از اون استفاده میشه. این اسلحه طول 161 میلیمتری داره و وزنش 730 گرم و به دلیل سادگی و ارزون بودنش هنوز از اون استفاده میشه و جز محبوب ترین است. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.